مخاطبین از رسانه پشت پرده. ماجرای فیلم استاندار سامه یادتونه میگه که منم داشمی رو آقای گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین. خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید. موضوع جنجالی و پربحث این روزهای داخل ایران ماجرای کلاهبرداری کوروش کمپانی هستش که البته این روزا میگن آقا چرا اسمشو گذاشتن کوروش، اینا اوکی اسکندر کمپانی خوبه. همین اول این ویدیو خواستم اینو بهتون بگم و اینکه حسابی افراد مختلف نسبت به این قضیه واکنش نشون دادن و ما چند روز پیش مصاحبه ای رو با مدیر کوروش کمپانی انجام دادیم، آقای امیرحسین شریفیان، و مصاحبه‌ای که بسیار جنجالی بود، بسیار پر سر و صدا بود، حسابی وایرال شد تو فضای مجازی. انواع و اقسام آدم‌ها واکنش نشون دادن، از قوه قضاییه بگیر تا سایر نهادهای مسئول و خیلی از خبرگزاری‌ها هم این قضیه رو پوشش دادن. اما امروز در برنامه پشت پرده میخوایم اسناد و مدارک جدید و زوایای جدیدی رو از پشت پرده های کوروش کمپانی برای شما افشا بکنیم و این حجمه تبلیغاتی که از صدا و سیما تا رسانه‌های داخل ایران راه افتاده در خصوص کوروش کمپانی راجع به پشت پرده هاش صحبت بکنیم. از اون طرف هم بگم که قوه قضاییه اومده بود و عنوان کرده بود و یک صندوقی رو تشکیل داده که تمام سلبریتی ها و افراد معروف و مشهور هر پولی رو از کوروش کمپانی به عنوان تبلیغات دریافت کردن باید توی این صندوق بذارن و باید توی این اصطلاحاً حسابی که ما معین کردیم پولو برگردونن. یعنی عملاً میخوان یک کلاهبرداری ریزم این وسط دولت انجام بده. یعنی دولت این وسط بیشتر از همه میخواد جیب ملت رو بزنه. حالا چه جوری جلوتر به شما توضیح خواهم داد. نکته اولی که وجود داره این هستش که بیادهی میگفتن که آره اصلا کوروش کمپانی مجوز داشته با خایای باقر تو اون کشور کار میکرد. اصلا کجا اصلا پروانه کسب صحبت ها چی، اصلا پروانه کسب نداشته، همین جوری تل و تخمی داشته گوشه میفروخته. این صحبت من نیستا. من با این ادبیات میگم دقیقاً ادبیاتیه که مسئولان اون سیستم و مملکت اومدن گفتن. یعنی گفتن که اصلا کوروش کمپانی مجوز نداشته. اصلا کوروش کمپانی جعلیه، اصلا نداریم همچین چیزی. من یه سوال دارم. کوروش کمپانی که حالا اسکندر کمپانی مجوز نداشته، بیلبورداش وسط شهر تهران چی کار میکرد؟ بفرمایید. تازه براتون بزرگشم. این بیلبوردو که عمه من نزده که توی تهران، که حالا ما عمه‌مون کارش نصب بیلبورد نیست، عمه مردم هم نزدن. این بیلبوردو کی زده؟ کی پول گرفته؟ کی مجوز؟ شما تو تهران مگه به همین راحتی میتونی بری بیلبورد بزنی؟ همه مجوزهای شما رو چک میکنن. خب سوال، آیا شهرداری تهران و نهادهای مسئول و شرکت‌های تابعش که میان بهش پول میدن و این بیلبوردها رو اجاره میکنن، آیا اومدن از مردم معذرت خواهی بکنن؟ چرا رسانه‌ها به شهرداری و سایر ارگان‌ها واکنش نشون دادن؟ شاهین صمدپور هم یه ویدیو منتشر کرده در نسبت به این قضیه واکنش نشون داده بود، حرفای جالبی زده که در انتهای این ویدیو صحبت شاهین صمدپور هم براتون میذارم و واکنشایی که نشون داده. سوال اینجاست کی اجازه داده که بیلبورد کوروش کمپانی بره بالا توی تهران؟ مگه میشه بدون مجوز بیلبورد بره بالا؟ چرا شهرداری تهران تا این لحظه معذرت خواهی نکرده؟ چرا شورای شهردار تهران رو استیضاح نمیکنه؟ خایه دارید برید اون رو استیضاح کنید، خایه دارید برید از شهرداری تهران انتقاد کنید. با همین ادبیات، ببخشید کوچه بازار یا بی‌ادبانه دارم صحبت میکنم، اما قشنگ باید با همین ادبیات صحبت کرد با این افراد. بهتر از این نمیشه. چرا نمیید به اون رو انتقاد بکنید؟ چرا اون حسابه رو به شهرداری تهران نمید؟ از اون طرف این پروانه کسب رو کی برای امیرحسین شریفیانی که متولد 21 اگه اشتباه نکنم آذر میشه دیگه، حالا مهر میشه 7، آبان میشه 8، آذر میشه 9، آره تاریخم یادم ایرانش 29/9/75، کی برایشون مجوز صادر کرده؟ پروانه کسب دارن ایشون.
یعنی مجوزیه که این کمیسیون نظارت بر تهران اینا که اتحادیه صنف اینا نوشته دیگه، دستگاه صوتی تصویری تهران، این هم رئیس اتحادیه‌اش ابراهیم درستی هم امضاش که هنوز من دارم با تو صحبت می‌کنم این پروانه اعتبار داره تا 1405. اینو کی صادر کرده؟ پروانه کسب دیگه ایشون که تعمیرات و خدمات پس از فروشه، اینه کی مجوز خرد و فروشی تلفن همراه تجهیزات جانبیش بوده، اینه کی تعمیرات و خدماتش بوده. اینو تا که تا 1406 اعتبار داره، اینو کی صادر کرده؟ و بقیه اسناد، نمیدونم تقاضانامه ثبت شرکت، من زوم میکنم ببینید و چیزهای مختلفش، امیرحسین شریفیان اسمشو میبینید، مجوز، همه اینا شماره پیگیری اینا دارن. از قصد گذاشتم که ببینید شرکت کوروش پردازان آیسا و دوباره اینجا نام امیرحسین شریفیان رو میبینید و مهر جای مختلفی که اینا تایید کردن، ثبت اسناد، صورت جلسه هیئت مدیرهشون بوده، نمیدونم مجوزهای دیگه شون، این هم یه مجوز دیگه که نام کوروش پردازان آیسا رو اومدن تایید کردن، نمیدونم دوباره اینجا اومدن نامهای دیگه ای رو پیشنهاد کرده بودن، نمیدونم اینجا همینطور تمام اساسنامه های شرکتشون که موضوعشون خرید و فروش تلفن همراه و لوازم جانبی بوده که شرکتشون رو ثبت کردن، دوباره یه شرکت دیگه، دوباره یه سند دیگه. سوال اینجاست این همه جاهای مختلف با کد رهگیری‌های مختلف اومدن مجوز رو صادر کردن، اونا بر چه اساس و مبنایی مجوز رو صادر کردن؟ یعنی اگه یه کسی این همه مجوز رو ببینه بعد بره تبلیغات بکنه، فردا روز اون طرف کلاهبرداری بکنه، کی مقصره؟ بعد حالا اوکی شما میگید آقا تبلیغ کننده ها معذرت میخوان، اوکی، شما به عنوان مسئول چرا نمیای معذرت خواهی بکنی؟ تو اومدی مجوز صادر کردی، اصلا چرا اجازه فروش دادی؟ چرا اجازه دادی این آدم پیش فروش انجام بده؟ یا مثلا واکنش دیگه ای هم جالب بوده، مثلا الهام حمیدی اومده مثلا یه واکنش نشون داده، گفته که من اون پولی که گرفتم رو پس دادم. ببینید این رسیدشه، خب گفته که یه پولی گرفتم پس دادم. بعد من سوال دارم خانم الهام حمیدی که شما اومدین پول پس دادم، شما که اصلا اسمت الهام نیست تو شناسنامه، زهرا اسمت، فامیلیت اصلا حمیدی نیست، فامیلی شوهرتو برداشته بودی به اسم حمیدی استفاده کردی، تو که اصلا اسم و فامیلت نیست، این چجوری تو رسید بانکی برداشتی و اینجا اسمتو نوشتی؟ این پشمخانه اصلا از این افراد میریزه. بعد واکنش های رسانه های مختلف هم جالب بوده، مثلا من BBC رو دیدم اومده بوده نقل قول کرده بوده از مصاحبه من در خصوص کوروش کمپانی که اگر بتونم در روزهای آینده یک مصاحبه دیگه رو با این مدیر کوروش کمپانی انجام میدم که خیلی هم میگفتن که آقا پلیس ایران، نهادهای امنیتی ایران نتونستن مدیر کوروش کمپانی رو پیدا کنن، امین فردین پیدا کرده باشه مصاحبه کرده، نتونستن فرق میکنه با نخواستن، این دوتا موضوع متفاوته. اینکه شما نمیتونید با این آدم صحبت بکنید یا نمیتونید این آدم رو پیدا بکنید تا اینکه شما نخواید متفاوته. من نمیدونم شد دستم اینجوری شد یا اسمشون اومده نه تو حق اسم. بعد جالبه BBC فارسی که یعنی اسمشون تریلی نمیکشن، تشکرم میکنم ازشون، حالا به حال خبر ما استفاده میکنن اینا، اما سوال اینجاست اومده گفته که آقای شریفیان در گفتگو با امین فردین خبرنگار و بلاگر ساکن آلمان، یعنی برای تخریب من و برای کوچیک کردن اسم من از کلمه بلاگر استفاده کردن. البته بلاگر که چیز بدی نیست، ولی خب به حالی که وقتی میخوام مثلا ما شأن ما رو در حد بلاگر بیارید پایین، این خودش حرف‌هاییه. شما اگه رسانه بودید نمیدونم میتونستید پیدا کنید ادعاتون فلان خراب پاره میکنه، میتونستید مدیر عامله رو پیدا کنید باش مصاحبه کنید. ولی اینکه مثلا میگید که بلاگر مثلا ما رو کوچیک کنید لول اینا دیگه، ببینید اینا نمیخوره به ما. اما این توضیحات رو دادم که چند تا نکته دیگه هم بگم، بعدش هم بریم واکنش شاهین صنعتی رو بشنویم. اینکه یه عده اومدن گفتن که
رقم بدهی های این آدم 130 تا 150 میلیارد تومان نیست، 120 میلیارد تومان. ما با تحلیلایی که کردم، حالا سوالاتی هم هستش که من بعد از این مدیر کوروش کمپانی دوباره بپرسم، یعنی گفتم بهش بعد تو مصاحبه دوم اگه سوالی بود بیای جواب بدی. اینکه تا الان اعلام شده که 1500 نفر شاکی رفتن شکایت کردن. البته عده میگن که این 1500 نفر خیلی بیشتر از ایناست و بیش از 20000 نفره. اما ما همون رفرنس 1500 آقا 2000 تا رو قرار میدیم. و نکته بعدی هم هستش که گفتن که 1500 نفر توی تهران اومدن شکایت کردن، یعنی یه شعبه توی تهران در نظر گرفتن که اینجا برن شکایت بکنن. شما اگر بندرعباس، شیراز، اهواز، بوشهر و جای دیگه اینترنتی یا تلفنی این گوشی‌ها رو سفارش داده باشی، عملا نمیتونی تو شهر خودت شکایت کنی و بیای تهران. پس اون 1500 نفر ساکن تهران بودن، شهرستانا که دیگه بماند. من دیدم تصاویر زیادی هم منتشر شده بود از شهرستان مختلف که تجمع کرده بودن و شاید این رقم بالای 20000 نفر باشه. پس این رقم بدهی 120 تا 150 میلیارد تومان نمیخونه به اون حرفی که مدیر کوروش کمپانی زده. یه به نظر من اینجا دروغ ریز گفته. و نکته بعدی این که یه نفرشون اومده و گفته که من به تنهایی 400 تا دستگاه سفارش دادم. از ملت طمعکاری داریم، یعنی بعضیا چه طمعی میکنن ها، یعنی میخواد مثلا 20 میلیون بگیره بعد بیاد تو بازار 30 میلیون بفروشه. از این صحبت ها، یعنی اونا هم دیگه آخرشن دیگه، یعنی میخوان پول مفت به دست بیارن. گاهی وقتا طمع کردن این بگاهی ها رو هم میاره. البته مدیر کوروش کمپانی گفت من پول مردم رو برمیگردونم، ولی باید با من توافق بکنن. چه توافقی بکنن؟ پول مردم برداشتی بردی، میخوان چه توافقی باید بکنن اینا. ولی خب من حالا بعد بیاد پای مصاحبه من یه سری سوالاتو دارم که سورپرایزی، یعنی من الان توی ویدیو این سوالاتو مطرح بکنم ممکنه خوش آماده بکنیم برای ماسمالی کردن این موضوع. بعد بیاد و اون لحظه همون لحظه ازش بپرسم و واکنششو بگیرم و متوجه بشید. اما بریم صحبت‌های شاهین صمدپور رو بشنویم، چون انقدر صحبتش تقریبا کامل بود. من گفتم حتما توی ویدیوم ازش استفاده بکنم با ذکر این نکته که اون کسایی که تو بورس مردم رو بدبخت کردن چرا نیومدن توضیح بدن؟ کسایی که پدیده شاندیز رو تبلیغ کردن مثل صدا و سیما چرا پول برنگردوندن؟ چرا صندوق نذاشتن که پولی که بابت تبلیغات گرفتن رو پس بدن؟ همون صدا و سیمایی که الان داره از بقیه انتقاد میکنه، بانک‌های مختلفی که کلاهبرداری کردن و صدا و سیما تبلیغشون رو کرد، چرا نه مؤسسه سامن الحجج و بقیه مؤسسه‌ها که کلاهبرداری کردن و همون برنامه صدا و سیما و حتی برنامه مؤصل احسان علیخانی اومد تبلیغش رو کرد، چرا نیومدن پول مردم رو پس بدن، با اصطلاحاً پول تبلیغات رو پس بدن؟ اینه به خاطر اینه که مرغ همسایه بازه و میگن که مال بقیه مال ما بیت المال. این داستان زبون مسئله بود که ریدم. بریم صحبت شاهین صمدپور رو بشنویم. تبلیغاتی به من زنگ زدن که شما تبلیغ کوروش بشنویم چون کمپانی رو انجام میدید. شما میتونید بشنوید، من نمیتونم بشنوم، نمیدونم چرا صدا برای من نمیاد. بذار من ببینم که نمیدونم چرا. حالا شما بشنوید، من دیوار شنیدم دیگه. گفتم که آشنایی ندارم، اما من در تبلیغات حضور فیزیکی ندارم و خودم جایی نمیام، پست و اینا هم نمیذارم، استوری هم بذارم صحبت نمیکنم. گفتن نه فقط یه استوری خالی میذارید. گفتم مجوزهاشو بدید ببینم جای کامنت های مردم هم این بغل هست ولی خالش کنم معتبری هست یا نه. براشون 2 تا استوری گذاشتم که اینجا به شما نشون میدم. تو یکیش نوشته بودم که قیمت‌های معقول مناسب در کوروش کمپانی، تو یکی دیگه نوشته بودم مرکز تخصصی تعمیرات موبایل. هیچ صحبتی هم راجع به موبایل 25 میلیونی و غیره نداشتم چون اصلا در جریانش نبودم. اما امروز یه انتقادی به من میشه که انتقاد درستیه. بعضی از مردم میگن شاهین تو یه خبرنگاری، تو با موضوعات کلاهبرداری آشنا بودی، تو باید تحقیق و دقت بیشتری میکردی. من اینو میپذیرم، روی جفت چشام حرف درستی، به خاطرش معذرت خواهی میکنم. 2 تا نکته من بگم. شاهین رو بذارید کنار، شاهین که عذرخواهی کرد، اشتباهش هم پذیرفت. اما فرض کنید یه بلاگر دیگه، یه هنرمند دیگه، سلبریتی دیگه میخواد برای کوروش کمپانی تبلیغ بکنه. به اون شرکت تبلیغاتی میگه باشه، مجوز داره این شرکت، رسمی داره کار میکنه، میگن بله فلان جا شعبه داره، فلان شهر شعبه داره، به صورت قانونی شرکت داره کار میکنه، میگه باشه با این حال مجوزاشو برای من بفرستید.
انواع و اقسام مجوزها رو از جاهای مختلف برات میفرستن. پروانه کسب از اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه صوتی تصویری، پروانه کسب از دستگاه‌های مخابراتی ارتباطی و لوازم جانبی و همینطور توش وجود داره. اساسنامه توش هستش، این نماد که نماد مثلا اعتبار الکترونیکی هست توش هستش، اساسنامه‌ای که نشون میده اینا شرکت تأسیس کردن داخلش هستش، مجوز تایید نامشون هست، این هر چی بخواید داخل اینا هست. حالا سوال من اینه، اگه قرار این همه مجوز تو کشور ما به درد نخور باشه و مثلا من آخرش مؤاخذه بشم به خاطر اینکه مثلا این شرکت اشکال داشته و تو چرا رفتی تبلیغشو کردی، من باید به چی اکتفا بکنم؟ ولی بعضیاشون خب نباید انقدر ساده گول بخورن، مثل این آقای شاهین صمدپور که در واقع گزارشگر و فعال اجتماعی و نمیدونم خبرنگار حوادث و اینها تو فضای مجازی است. تو دیگه نباید گول بخوری عزیز من، یعنی شما که خیلی ادعات میشه تو فضای مجازی شما نباید گول بخوری. آقای استاد پاورقی، شما اگه وجودشو داشتی میرفتی مثلا سراغ شهردار تهران، اون از شهرداری سری رو میکشیدی پای خط تلفن، میگفتی این کوروش کمپانی در تمام تهران بیلبوردهای تبلیغاتیش همه جا هست. آقای شهردار جریان اینا چیه؟ پاسخگو باش، یا نه حداقل الان بیا پولا رو پس بده. مگه نه اینکه واسه هنرمند صندوق گذاشتید که سلبریتی هایی که تبلیغ کردن بیان پس بدن؟ شما بیا پولا رو پس بده بدیم به مالباختا. چرا کار نکردی؟ چرا نرفتی از وزارت صنعت بدن تجارت یه نفر رو بکشونی یقش رو بگیری بهش بگی آقا این دست مجوز رو شماها صادر کردید که مردم گول خوردن، فقط نگید به مردم بگید شما طمع کردید. یک هفته گذشته تا به امروز یک مسئولی که بالا دست این آدم بوده، این مؤسسه بوده و این همه مجوز رو صادر کرده هنوز نیومده یک دونه عذرخواهی ساده از مردم بکنه. حدود 4-5 بله این هم صحبت‌های شاهین صمدپور بود که تقریبا حالا اون اسنادی هم که نشون داده بود من سعی کردم که توی ویدیوهام از اون اسناد استفاده بکنم که شما بزرگ و کامل و شفاف این اسناد و مدارک رو ببینید و حرفاش هم تقریبا منطقی بود. به نوعی ما تو روزهای گذشته و اصلا از همون دقایق ما همین واکنش رو داشتیم که آقا کی به این مجوز داده؟ اگه قرار باشه من فردا برم تبلیغ یک پرتقال فروشی و کف تهران بکنم، اون که بدون مجوز نمیتونه اونجا فعالیت بکنه. بابا شما یه دست فروش بدبختی که حالا کلمه بدبخت هم نه، بعد بگیم دست فروشی که زحمت کشه، یه دست فروشی که داره تلاش میکنه و کنار خیابون نون شب در میاره با لگد و مشت و هزار تا چیز دیگه ور میدارید وسطش جمع میکنید، میگه آقا تو مجوز نداری نمیذارید فعالیت بکنه. ندیدید، ندیدم، نکردید، نمیذارید فعالیت بکنه، دهنشو سرویس میکنید. بعد طرف این همه تبلیغات گسترده، سلبریتی ها معلومه زوم دستگاه اطلاعاتی امنیتی روشه، فوکوس همه روشه، بعد با این همه زوم و فوکوس دستگاه اطلاعاتی امنیتی تونسته پولو برداره و بره. نه، تونسته برداره با اینکه شما یه کاری کنید برداره متفاوته. چرا؟ چون این وسط واسه شمایی که دولتیت نون آب داره. چه نون آبی؟ الان 150 میلیارد تومان اموال این آقا رو مصادره کردید، اونم ورداشته 150 میلیارد، 200 میلیارد، 500 میلیارد، 1000 میلیارد، 2000 میلیارد اون کلاهبرداری کرده. یه 200 میلیارد هم شما اموال مصادره کردید، مردم هم بیان شکایت بکنن یه 200 میلیارد هم از مردم بعد بگیرید، یه 500 600 میلیارد تومان واسه شما اون نون آب داشته، 500 600 میلیارد تومان واسه اون آدمی که خودتون گذاشتید کلاهبرداری بکنه نون آب داشته، یه نون و کلاهبرداری بوده، همتون دور هم دیگه خوردید. این وسط مردم بودن که تلکه شدن. اون نهادهای بزرگ و کلفت مثل شهرداری تهران و صدا و سیما و سایر ارگان ها و افراد مختلف هم آقا فعلا سلبریتی رو بندازیم جلو. سلبریتی ها که دیگه الان تو ایام انتخابات هم به کار ما نمیان دیگه، به هر حال دهنشون هم سرویس شده، کسی دوزار برای حرفشون ارزش قائل نیست، اما حاشیه‌شون خوبه. اونا رو بندازیم جلو، فعلا اونا رو سر ملت با اونا گرم بکنیم و کلاهبرداری رو بکنیم. این شده اصل داستان کوروش کمپانی. یه نفر از اون مسئولین مؤسسه ثبت شرکت‌ها که اومده گفت اصلا مؤسسه به اسم کوروش کمپانی وجود نداره.
غیرقانونی داشته فعالیت میکرده. بعد با افتخارم میاد این خبر رو اعلام میکنه. سلطان تویی که مسئول ثبت شرکت و یه شرکت داره فعالیت غیرقانونی میکنه، اول تو باید بری استعفا بدی، چون تو به عنوان ثبت شرکت ها نرفتی ناظر باشی برای اون آدمی که به اسم شرکت ها داره فعالیت میکنه. بعد با افتخار میام مصاحبه میکنیم میگه طرف مجوز نداشته. هر شخصی در هر سازمان و ارگانی به عنوان مسئول اگر اومد گفت فلان نهاد زیر دست من، فلان کمپانی زیر دست من، فلان شخص مجوز نداشته، اول باید خودش استعفا بده، چون ناظر اونه نه مردم توی خیابون. اون بعد ناظر باشه که کسی بدون مجوز فعالیت نکنه. شما قانون واسه خودتون قانونه، اما واسه مردم چیز دیگه ایه. حرف دیگه ای ندارم. مصاحبه مدیر کروش کمپانی هم احتمالاً انجام بدیم و یه سری سوالات من ازش دارم. حتما کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، کامنت بذارید و منتظر باشید. خیلی ممنون.